بعد اون که خلافت گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه به هم زده شد، نگرانی های وجود دارد که جنگجویان آن طریق ترکیه به زادگاهشان برمیگردند، من جمله به آسیای مرکزی هم. سراجدین اسلام همکار ما از بخش ازبکی رادیو زودی عین حال در ترکیه قرار دارد و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم. نخست پرسیدم که آیا واقعا چنین خطر احساس شونده است یا نه؟ سلام، نه این گونه احساس نیست. البته در ترکیه در استانبول من آرامی را دیدم، ولی مهاجران زیادی از ایران و سوریه را دیدم. ممکن است در مرکز شهر گفته می شود که صدها هزار مهاجران سوریایی در اینجا سرپناه گرفتند و زندگی دارند. ولی در مناطق سرحدی ترکیه و سوریه گفته می شود که مهاجران زیادی سوریایی جمع آمدند و شاید بین آنها طرفداران داعش باشند. ولی من با چند نفری که از ازبکستان و تاجیکستان آمده بودند اینجا صحبت کردم. آنها گفتند که تا هنوز یک وضعیت متشنج را احساس نکردند. سراجدین، شما در آنجا با آنهای صحبت کردید که نزدیکانشان در سوریه و عراق بازداشت شده است. چند روز پیش یک زن توجیه که در اسارت کردهای سوریه است با مادرش در تاجیکستان تماس گرفته خواست که آزادی او و فرزندانشان را بخرند. اما آیا مصاحبان شما در این باره چی میگویند؟ با آنها نیز همین گونه معاملات پولی پیشنهاد شده است؟ آنهایی که با من صحبت کردند گفتند که کوشش میکنند با اونجا روند و خویش و اقربا خودشان را از اونجا برارند برای پول. یعنی گفته می شود که تا $3000 برای یک نفر محبس داعشی طرفدارای کرد تقاضا دارند. نیزو در خاور میانه موج پناهندگان را به وجود آورد. میلیون نفر پناهنده به اروپا رفت و این مسئله در حلقه‌های سیاسی به موضوع مهمترین تبدیل یافت. اما خود یک ترکیه 2 میلیون نفر پناهنده را قبول کرد. نظر ترک‌ها در این رابطه چی است؟ البته نظر ترک‌ها نسبت به داعش و طرفداران داعش خیلی سلبی است. دوست ندارند، ولی بین آنها نیز طرفدارای داعش هستند، اما آشکارا نمیگویند. من در مجموع وقتی که با ترک‌های محلی صحبت کردم، آنها میگفتند که از آمدن نفر زیادی مهاجران از سوریه و از کشورهای دیگر از جمله از آسیای مرکزی، از ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان خیلی نگرانند، چون آنها آمدند و مثلا سطح زندگیشان پایین رفت، دزدی، جنایت زیاد شده است، فحش زیاد شده است گویا، و بخواستند که این مسئله حل فصل خودش را هرچه زودتر پیدا کند، چون ترکیه کشور زیاد است، بیش از 82 میلیون نفوذ دارد و آمدن بیش از 2 میلیون سوریایی البته زندگی آنها را از ره برآورده است تا اندازه، مخصوصا این در شهرهای بزرگ چون استانبول دیده می شود. همکارم سراجدین اسلام بود که از ترکیه با ما صحبت میکرد.